الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران و خواهران عزیز، الله رب العزة والجلال را حمد و شکر و ستایش میکنیم که به ما فرصت داد که باز با شما صحبت داشته باشیم. امروز من به یکی از سوال هایی که برادرمون به ما کردند به شما جواب خواهم داد. این سوال این است که آیا در سر قبر وقتی که مرده را به قبر گور میکنید در حالت دفن کردن یا که بعد از دفن کردن کی نباشد در سر قبر تلاوت کردن قرآن جایز است یا نیست؟ برای این سوال را کردن که در بعضی از مجموعه ها، در بعضی از کنفرانس ها اینچنین سخن ها برای جایز بودنش مقاله ها و سخن ها زیاد پهن کرده شده است. بسم الله با این مسئله شروع میکنیم که آیا تلاوت کردن قرآن در سر قبر جایز است یا نیست؟ برادران و خواهران عزیز، پیش از این که ما به این موضوع شروع بکنیم باید دانید که الله رب العزة والجلال در قرآن عظیم و شان در جایهای زیادش به ما امر کرده است که اطیع الله و اطیع الرسول، الله را اطاعت کنید و رسول الله را اطاعت بکنید. و در جای دیگرش میگه که یا ایها الذین آمنوا ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ای آنانی که ایمان آوردید، هر آن گاهی که اختلاف به وجود آمد در یکی از مسئله ها اختلاف کردید، این مسئله را به کتاب الله قرآن و به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو کنید، مقایسه بکنید. در این حالت شما حق را خواهید فهمید. یعنی یگان مسئله نیست که سنت یا که قرآن به این جواب نداده باشد، همه این مسئله وجود دارد. و در دیگر جای آیات الله رب العزة والجلال میگه که ولکم فی رسول الله اسوة حسنه، برای شما ای مؤمنان در رسول الله یک نمونه خوبی وجود دارد. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به هر یکی من و شما این نمونه هست که ما باید پیرو از این نمونه باشیم. و این آیات ها دلالت میکند که ما این مسئله را، یعنی تلاوت قرآن کردن در بالای قبر، این مسئله را به قرآن و سنت مقایسه میکنیم، به قرآن و سنت به میزان ترازی قرآن و سنت می اندازیم و بعد از این خواهیم فهمید که قرآن و سنت و اجماع علما به این چگونه سخن کردند. اولا ما باید خود مسئله را فهمیم. چخیلی که در مسئله فقهی می آیند، پیش از این که به مسئله به حل مسئله درآید باید تحریر و محل نزاع کنید. تحریر و محل نزاع یعنی جای اتفاق را از جای اختلاف ما باید فهمیم. امروز مشکلی اساسی اکثر طالب علمان و اکثر برادرای ما این در اینجاست که جای اختلاف را از جای اتفاق جدا کرده نمیتوانند. باید برادران و خواهران عزیز، مسلمانان گرامی، باید دانید که تمام علما یا که اکثر علما اتفاق میکنند که علمای بزرگ اهل سنت و الجماعت به این قول صحیح است و قول راجح است که تلاوت قرآن به مردگان میرسد. چخیلی که در این مسئله علمای 4 مذهب سخن کردند و اینچنین ابن تیمیه رحمت الله علیه در بهترین کتاب خود که اهداء الثواب للانبیاء والمیتین و اینچنین شرح آیت من آیات القرآن وليس للانسان الا ما سعى، این یک رساله در اینجا ذکر کردند و اتفاق علما را ذکر کردند که تلاوت قرآن به مردگان میرسد و اون کسانی که میگن که تلاوت قرآن به مردگان نمیرسد، به فوتیدگان نمیرسد، خطا میکنن. صحیح و راجح این است که تلاوت قرآن به مردگان میرسد، اما شرط و شروط دارد. در هر کجا نه چگونه که شریعت گفته است به همون حالت اگر اجرا کنید میرسد. اتفاق است و این قولی راجح است. و اختلاف در کجا هست؟ البته در این مسئله قریب که اختلاف نیست، مسئله ما در کجا هست؟ مسئله ما این است که تصور کنیم مسئله رو که
تلاوت قرآن در بالای قبر کردن آیا جایز است یا نیست؟ ما همه میگوییم که تلاوت قرآن وقتی که فرزند یک کسی با بابایش، اوچهش، پدر و مادرش میکند، این تلاوت ثوابش به اونها میرسد. فرقی ندارد که هدیه میکند یا که هدیه نمیکند. خیلی که در این مسئله اختلاف، لیکن راجح همین است که فرقی ندارد که هدیه میکنید یا نمیکنید، ثواب تلاوت قرآن به پدر و مادر شما یا فرزندتون به شما وقتی که کرد یا که شما به فرزندتون کردید میرسد. اما بیگانگان خود شما خیش و تبار شما. اما در نزد قبر کردن آیا جایز است یا نیست؟ تلاوت کردن در نزد قبر جایز است یا نیست؟ این مسئله که بعضی برادران گفتن جایز است، اما صحیحش و درست است جایز نیست. البته در این مسئله علما اختلاف کرده اند. بعضی از روایت های وجود دارد که از صحابه ابن عمر رضی الله عنه روایت شده است که جایز میدانند، یا بعضی از علما به این اثر پیروی کردند و جایز دانستند، لیکن اکثر علما 85% علما میگن که قرائت کردن در بالای قبر جایز نیست و بدعت است. چرا که دلیل دارند و با گفته های قول دوم هم جواب میدهند. البته کسانی که قرائت قبر در بالای قرائت تلاوت قرآن در بالای قبر را جایز میدونند، اونها چندین دلیل دارند. دلیلشان از حدیث هایی که روایت شده است از اونها است و از اثر هست. اولین حدیث اونهایی که دلیل میاره میگن که اقرأوا علی موتاکم سورة یاسین، یا که میگن که اذا دخلتم المقابر فقرأوا بفاتحة الكتاب، یعنی به مردگانتون سوره یاسین بخونید، که در مسند احمد روایت شده است و ابن ماجه هم در ضعیفشون روایت کردند که علما این حدیث ضعیف میگن. با این وسیع‌تر سخن میکنیم. و حدیث دیگر روایت میکنن که گویا که این حدیث اومده است لیکن حدیث موضوع هست. میگن که هر وقت که به قبرستان در آمدید، به قبر وقتی که به مقبره ها داخل شدید، سوره فاتحه و سوره اخلاص و موعظتین رو تلاوت بکنید، که این اصلا صحیح نیست. این حدیثی ضعیف است. و اینچنین باز روایت میکنن که میگن من مر علی المقابر واقرأ قل هو الله احد، هر وقت یکی از شما از نزد قبرستان ها گذشت کردید، سوره قل هو الله احد رو تلاوت بکنید و به مردگان بخشید، که این اصلا این حدیث نیست. این باطل است و موضوع است و این بهتان است، یعنی تهمت کردن به شریعت و به رسول الله اکرم صلی الله علیه و سلم است. خیلی که علما میگن. و اینچنین دلیل میارند گفته ابن عمر رضی الله عنهما را که میگند پیش از وفات کردنشون میگند به سری من، بعد از دفن کردنتون به سری من و به پای من اولی سوره بقره و آخری سوره بقره و روایت ها مختلف آمده، سوره فاتحه یا غیر فاتحه رو تلاوت بکنید، که اصلا این اثر هم ضعیف است. اصلا این اثر هم ضعیف است. خیلی که علما و محققین میگن این اثر تا ابن عمر رضی الله عنه نمیرسد، انقطاع وجود دارد. اما با وجود این اکثر علما به همین اثر پیروی کردند. این دلیلی کسانی که میگن تلاوت کردن در بالای قرآن جایز است. ما میگیم حدیثی که در این مسئله روایت شده است حدیث ضعیف است. اقرأوا سوره یاسین رو بخونید، امام احمد در مسندشون و امام ابن ماجه در سننشون ذکر کردند. ما میگیم علمای محدثین گفتند که تمام حدیثایی که در مسند احمد ابن حنبل یا در سنن ابن ماجه آمده است صحیح نیست. حدیث‌های ضعیف و موضوع وجود دارد. در مسند احمد ابن حنبل صدها هزار حدیث وجود دارد که ضعیفش خیلی هم در بین اینها زیاد است، یا که در سنن ابن ماجه ضعیف وجود دارد. برای همین علمای محققین این حدیث را به مانند دارقطنی و به مانند شیخ البانی رحمت الله علیه و به مانند دیگر از علمای عصر حاضر رو که علمای عصر حاضر همه میگن که این حدیث ضعیف است، نه فقط ضعیف، موضوع است. و این جواب به حدیث اول بود. حدیث دوم، حدیثی که وقتی که به قبرستان داخل شدید به مردگانتون سوره فاتحه یا که
موعظتین و قل هو الله احد رو تلاوت بکنید، این حدیث نیست، حدیث ضعیف است. علمای محققین این حدیث رو نیست ضعیف کردند، گرچه که این حدیث در در مسند احمد ابن حنبل آمده است، لیکن حدیث اصل ندارد. و حدیث سوم که وقتی که از نزد قبرها گذشتید یا که به نزد اونها رفتید سوره قل هو الله رو بخونید، حدیث اصلا باطل است. چرا که این رو روایت کنندگانش منکر است، اصلا مجهول است، هیچ چیزی وجود ندارد در این حدیث. و این چنین تمام حدیث هایی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده است و دلالت به خواندن قرآن در بالای قبر میکند، همه این حدیث ها به اتفاق علما ضعیف است. از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ یک سخنی صحیح برای اجازت بودن تلاوت قرآن در بالای قبر و در بالای مردگان وارد نشده است. و اگر این عمل و تلاوت قرآن در بالای مردگان یک عملی خوب و ثواب می بود، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این عمل را ترک نمی کردند. برای اینکه همه علما اتفاق میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، اتفاق نه بلکه اجماع میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به یگان مرده در حالت مردنش، یعنی بعد از مردنش یا یگان به قبر تلاوت قرآن نکردند، نه بر بالای قبر و نه بر بالای مرده. چرا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فقط دعا میکردند که ما به شما بیان خواهیم کرد. و اما به این روایتی که از ابن عمر رضی الله عنه آمده است و اینچنین در کتاب شرح ابی العز حنفی که در شرح کتاب تحاوی را دادند ذکر کردند و در همونجا علما در تحقیقش ذکر کردند که این ضعیف است و اینچنین دیگر علما ذکر کردند که این ضعیف است. اگر صحیح باشد هم، اگر فرض کردیم که این سخن ابن عمر رضی الله عنهما صحیح است، لیکن ما میگیم اجتهاد است، برای اینکه ما سه دلیل قوی داریم. اولا قرآن، بعد از سنت، بعد از اجماع. که ما اگر این قرآن که 100% سنت است، قرآن که 100% صحیح است، اما وقتی که حدیث صحیح ثابت شد ما 100% میگیریم، اجماع وقتی که ثابت شد 100% میگیریم. غیر این رو ما شرط و شروط داریم. مثلا به گفته صحابه چی شرط داریم؟ ما میگیم که وقتی که صحابگان به یک سخن همه اختلاف نکردند، اتفاق کردند، در این حالت گفته صحابه حجت است. یا در حالتی که صحابه یک سخن را گفتند و دیگر صحابگان بزرگ این را اقرار کردند و سکوت کردند و رد نزدند، در این حالت هم این حجت است. اما وقتی که یک صحابه، یک نفر یک سخن را بیان کردند، دیگر صحابگان خلاف این سخن برآمدند، این سخن صحابه حجت نمی شود رضی الله عنهم اجمعین. ابن عمر رضی الله عنه وقتی که گفتند که به بالای من قرآن تلاوت بکنید، دیگر سخنها از صحابگان رضی الله عنهم زیاد است که سخن ابن عمر را رد میکند و مخالف این سخن است. پس این دلالت میکند که اکثر صحابه، 95% صحابه در این بودند که تلاوت کردن به بالای قبر جایز نیست. و این اجتهاد ابن عمر رضی الله عنه بود که در دیگر مسائل ها هم ابن عمر رضی الله عنه اجتهادشون زیاد است. بمانند اینکه در طهارت به چشم آب رو داخل کردن رو فرض میدونستند، به گوش آب گرفتن رو فرض میدونستند، حالا که سنت مس کشیدن گوش است. یا که در حالت حج کردن ریش خود را چی میکردند؟ پس میکردند. که این اجتهاد ابن عمر رضی الله عنه بودند، به اجتهادشون ثواب گرفتند. لیکن قول صحیح قول اکثر صحابه است. اتفاق صحابه مخالف این سخن است، مخالف قرائت کردن قرآن در بالای قبر است. پس ما با این گفته ها بیان کردیم که همه اون دلیل هایی که برادران در این مسئله، در مسئله تلاوت قرآن در بالای قبر ذکر کرده اند، این ضعیف است، هیچ جایی صحیحی ندارد. و این قصه که در اینجا ذکر کردند که گویا که یک مرد گفت که بعد از مردن من به من بلحت گذارید قرائت بکنید، این یک فعل یک نفر است که حجت نمی شود. این گفته سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نیست. و این را گرچنده که طبرانی در کبیر، در معجم الکبیر روایت کرده باشند، معجم الکبیر حدیث های ضعیف زیاد دارد، روایت های زیاد دارد، لیکن دیگر علمای محققین این روایت رو ضعیف دانستند و این روایت اصلا حجت نمی شود. به مانند شیخ البانی، شیخ زیلعی و دیگر علمای محققین به مانند شیخ الاسلام تیمیه و ابن القیم جوزی. و روایت دیگری که از ابن عمر رضی الله عنه آورده است، به این هم جواب دادیم که این اجتهاد ابن عمر رضی الله عنه بود.
و دیگر دلیل هایی که آورده است، دلیل برای قرائت کردن قرآن در بالای قبر دلیلی روشن و واضح نیست، بلکه در اینجا فقط دلیل آورده است برای اینکه دلیلش به این دلالت میکند که ثواب قرآن، تلاوت قرآن به مردگان میرسد. ما در اول گفتیم که ثواب تلاوت قرآن به مردگان ثواب دارد، اما در بالای قبر خواندن قرآن، تلاوت کردن قرآن بدعت است. در روز عزا هر یک نفر به خانه مرده رفته تلاوت کردن، این بدعت است. اما اگر یک فرزند، یک دختر یا پسر به بابایش، آچه‌اش یا پدرش وفات کند، به پدر و مادرش به خانه‌اش ایستد، خالصا لله خواند و بخشد، باکی ندارد. چخیلی که اهداء الثواب للنواب شیخ الاسلام تیمیه این رو بیان میکند. پس شرط دارد، شرط تلاوت قرآن این است که در بالای قبر تلاوت نشود و در روزهای عزا همه مردم تلاوت نکنند، بلکه خویش و اقربا و نزدیکان مرده، فرزندش، نبیره اش به این مرده تلاوت قرآن بکند. حتی ختم قرآن بکند جایز است. ختم قرآن را فرزند خودش تلاوت بکند، نه اینکه ملاها را، طالب علم ها را بیارد و به اونها پول دهد و بعد از پول دادن ختم قرآن را بخشد. این جایز نیست، برای اینکه ختم قرآن کردن با پول اصلا ثواب ندارد. خیلی که ابن تیمیه رحمت الله علیه در کتاب این رساله شان اهداء الثواب ذکر میکند. این یک بدعت است، ختم قرآن را با 4-5 نفر کردن و به اونها پول دادن، صاحب خونه خودش هم تو نشستن، این بدعت است. و تلاوت قرآن در بالای قبر کردن بدعت است. اما اگر قرآن را فرزند به مادرش تلاوت بکند، مادرش وفات کرد، فرزند تلاوت میکند، در حق مادرش دعا میکند، 100% ان شاء الله میرسد، در حالتی که به این بدعت ها همراهی نکناند. چخیلی که این اتفاق علما است که به مرده ثواب میرسد، به این هیچ کس هم اختلاف نکرده است، به مرده ثواب میرسد. به اتفاق علما صدقه، از نام پدرتون صدقه کنید، از نام پدرتون قربانی کنید، از نام پدرتون هدیه کنید، میرسد. حج کردن از نام پدر و مادرتون، خویش و اقرباتون میرسد، حدیث متفق علیه آمده است. و از نام پدر و مادرتون اگر نظر کرده باشند، نماز یا که نظر روزه کرده باشند، اون رو میدارید، میرسد. و ثواب قرآنی که شما تلاوت میکنید به پدر و مادر بخشید، میرسد. برای همین ما میگیم که اصل در مردگان این قطع شدن عمل اونها است. وقتی که انسان میمرد، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، پیامبر صلی الله علیه و آله میگن هر وقت که انسان مرد عملی وی قطع میگردد، به وی هیچ چیزی نمیرسد، مرده از این دنیا جدا میشود، مگر هم همون چیزهای به مرده میرسد که شریعت این چیز را خبر داده باشد. پیامبر صلی الله علیه و آله خبر داده باشند که به مرده فلان 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 چیز میرسد. برای ما میگیم که اصل مرده این دور شدن از دنیا است و دفتر اعمالش پوشیدن است، مگر هم اون چیزهایی که شریعت اجازت داده است. به مانند چی؟ به مانند دعا کردن، به مانند صدقه جاریه، به مانند یک فرزند صالحی که دعای خیر میکند، به مانند در حق وی حج کردن، به مانند در حق وی فرزندش صدقه کردن، یا که فرزندش به وی تلاوت قرآن کردن، البته میرسد. اما در بالای قبر تلاوت کردن قرآن این بدعت است، یا که در عزاداری همه اومده تلاوت کردن بدعت است، یا که ختم قرآن 4-5 ملا یا که انسان ها را چقدر به آنها پول داده ختم قرآن کردن بدعت است، و این به اتفاق علما است. و گفته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به همین دلالت میکند. چخیلی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند که لا تجعلوا بیوتکم مقابر فان الشیطان یفر من بیت الذی تقرأ فیه سوره البقره. حدیثی صحیح است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن که ای مسلمان ها، ای مردم، خانه هایتان را مثل قبرستان مگردانید، بلکه در خانه اتان سوره بقره را تلاوت بکنید، چرا که شیطان از اون مکانی که سوره بقره تلاوت شده است میگریزد. پس ما در اصول فقه مفهوم المخالفه داریم. اگر به مفهوم المخالفه به این حدیث نگاه بکنیم، طالب علمان عزیز، این دلالت میکند که گفته رسول اکرم صلی الله علیه و آله دلالت میکند که در قبرستان تلاوت کردن قرآن جایز نیست، چرا که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن که خانه هایتان را مثل قبرستان نگردانید، یعنی خانه هایتان را با قرآن تلاوت بکنید، مثل قبرستان تلاوت نکرده خانه‌تان را از قرآن دور نکنید. این دلالت میکند که یعنی اصل اسلام در قبرستان تلاوت نباید کرده شود، بلکه میگن در خانه هاتون تلاوت بکنید،
در خانه‌تان قرآن را سوره بقره را تلاوت بکنید. مثل قبرستان نگردانید بلکه تلاوت بکنید، چرا که اصل قبرستان این تلاوت نکردن است. این حدیثی صحیح است و این دلیل قوی است خیلی هم که این حدیث ثابت است. و اینچنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از اون روزی که 23 سال نبوت مبعوث شدند تا وقتی وفاتشان 23 سال یگان بار در سر قبر تلاوت قرآن نکردند، بلکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که زیارت قبرستان میکردند میگفتند السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین و ان ان شاء الله بكم لاحقون اسال الله لنا ولكم العافیه. سلام بر شما ای دیار و اهل دیار مؤمنان مسلمان ها و این الله خواهد ما هم به شما یک روز پیوست میشویم، به ما و شما از الله عافیت و امن میطلبیم. و غیر از این دیگر چیزی را پیامبر صلی الله علیه و سلم زیاد نمیکردند. اگر تلاوت کردن قرآن در سر قبر ثواب می داشت پیامبر صلی الله علیه و سلم آیا به ما خبر نمیدادند؟ آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم غم ما را نمیخوردند؟ سبحان الله، هر کسی که میگوید که در سر قبر تلاوت کردن جایز است گویا که طعنه زده ایستاده است به دین، به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، گویا که پیامبر به ما خبر ندادند. اعوذ بالله من ذلك. برای همین ما میگیم خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم، بهترین هدی، بهترین عمل این عملی پیامبر صلی الله علیه و سلم است. برای همین است که پیامبر گفتند تمسکوا بسنتی، به سنت من چنگ بزنید و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین و به سنت خلفای راشدین ابوبکر و عمر و عثمان علی چنگ بزنید، کبار صحابه چنگ بزنید. وقتی که به این صحابگان نگاه میکنیم اینچنین بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابگان هم در سر قبر تلاوت نکرده است بلکه اونها دعا میکردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم صدها بار زیارت قبرستان بقیع کردند، صدها بار زیارت قبرستان شهدای احد کردند، یگان بار تلاوت نکردند. پس شما چی میخواهید؟ اگر خواهید که به مردگانتان منفعت بخشید، به مردگانتان نیکی بکنید، از نام اونها قربانی بکنید، از نام اونها هدیه بکنید، از نام اونها صدقه بدهید، از نام اونها طعام بدهید، از نام اونها حج بکنید، از نام اونها عمره بکنید، از نام اونها اگر دیگر یک عملی نظر را کرده باشند نظرشون را به جا بیارید، نظری که گناه و شرک نباشد، نظری شرعی باشد، از نام اونها این خیر عمل را انجام بدهید. چرا این عمل هایی که شریعت اجازه داده است انجام نمیدهید و اون عمل هایی که شریعت من کرده است اونها را انجام میدهید؟ و تلاوت قرآن به پدر و مادرتون بکنید، ختم قرآن بکنید، فان لكل ختمه القرآن دعاء مستجابه، در حق اونها دعا بکنید، تلاوت قرآن را به مادر و پدرتون بخشید. به اتفاق علما جایز است، اما در سر قبر کردن این جایز نیست، چرا که در قبرستان قرآن را تلاوت کردن اصلا مخالفی این سنت صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. و الله بیان کرد لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، به تحقیق برای شما ای مؤمنان رسول الله یک اسوه و یک الگوی نیک هستند. پس همه این دلالت میکند که ما باید از این عملی بدعت دور بشویم و باید فهمیم که تمام دلیل هایی که اهل بدعت برای جایز بودن تلاوت قرآن به سر قبر می آورند همه اونها ضعیف است، اصلی ندارد. و با همین سخن را به پایان می رسانیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.